Hallo, ich bin Amin Reizirat, Deutschlehrer. Ich möchte Deutsch von Anfang unterrichten und Sie können einfach uns verfolgen, um Ihre Deutschkenntnisse aufzubauen oder zu verbessern. Okay, lass uns starten mit Alphabet. من امین رئیسی راد هستم، مدرس زبان آلمانی. شما میتونید ما رو دنبال کنید تا آلمانی رو از ابتدا با هم یاد بگیریم و حالا اگر هم آلمانی رو قبلا باش آشنایی دارید میتونید دانشتون رو بهتر بکنید. امروز میخوایم با حروف الفبای آلمانی شروع بکنیم. حروف الفبای آلمانی همونطور که خودتون میدونید شباهت زیادی داره به حروف الفبای انگلیسی، اما بعضی از آواهای اون متفاوت هستن. اولین حرف حروف الفبای آلمانی آ هستش. دقت کنید که همیشه ا تلفظ کنید، آ تلفظ نکنید. ا. دومین حرف ب. سومین حرف س. س. د. ا. این حرف صدای ا داره. ا کوتاه. اف. گ. همیشه باید این حرف رو با صدای گ تلفظ بکنیم. ها. ها یکی از حروف مهمیه برای تلفظ، مخصوصا برای خارجی ها، چون خیلی جاها نمیدونن که کجا باید ه تلفظ کنن، کجا تلفظ نکنن. دقت کنید وقتی این حرف اول کلمه قرار بگیره یا اول بخش قرار بگیره باید ه تلفظ بشه. مثل هیلفه باید ه تلفظ بشه، اما اگر بعد از حروف صدادار قرار بگیره خونده نمیشه. حالا من مثالاش رو توی قسمت بعدی همه رو خدمتتون عرض میکنم. حرف بعدی ای هست. و یوت. یوت هم باز یکی از حروف مهم الفبای آلمانی هست و بیشتر صدای ی داره، مثل یا. کا. ال. ام. ان. ه. کو. باز کو هم همینطور بیشتر متمایل به که هست توی تلفظ. و اق. اق حرف بسیار مهمیه و تلفظش باز مثل ها بسته به جایگاه این حرف توی کلمه داره. اگه این حرف اول کلمه یا اول بخش باشه، اول سیلاب باشه، به صورت اق تلفظ میشه یا غ تلفظ میشه. اما اگر این حرف بعد از حرف صدادار قرار بگیره که خدمتتون عرض میکنم چه حروفی هستن صدادار هستن، خیلی ظریف تلفظ میشه و اگر مورد سوم در آخر کلمه قرار بگیره و باز هم قبلش حرف صدادار باشه متمایل به آ میشه. پس سه مورد رو باید در مورد حرف اق در نظر بگیریم. اگر اول بخش یا سیلاب باشه غ تلفظ میشه، اگر بعد از حروف صدادار باشه خیلی ظریف تلفظ میشه و اگر در انتهای کلمه قرار بگیره باز هم بعد از حروف صدادار قرار بگیره متمایل به آ میشه. اس. البته اس هم همینطور. اس هم حالا با توجه به اینکه صدای س داره صدای ز هم داره. اگر اس قبل از حروف صدادار قرار بگیره صدای ز میده.
پس اس رو هم من با یک رنگ دیگه می‌نویسم. ت او و فاو. فاو باید در نظر بگیرید که همیشه این حرف صدای ف میده. فاو. حرف بعدی و هست که در زبان آلمانی همیشه صدای و میده. ایکس و اپسیلون. اپسیلون صدایی مثل او املاوت داره، یعنی در توضیحات املاوت متوجه میشیم که این چه صدایی داره. و آخرین حرف زبان آلمانی ست هست و از نظر من مهمترین حرف الفبا هست. ست باید توجه کنید که به صورت فونتیک TS نوشته میشه و تلفظی هم در همین راستا داره. تس، تس. یعنی به جای ز ما میگیم تس، ست، ست. خیلی باید دقت کنید که توی گفتار ما ز و ست رو اشتباه نگیم، چون کلمات خیلی از نظر آوایی به هم نزدیک هستن و اشتباه شما معنا رو خیلی تغییر ممکنه بده. خب حرف دیگری که در زبان آلمانی وجود داره است هست. است یا بهش میگن دوپل اس یا بهش میگن شارف اس. به جای دوتا اس از یک تاریخی در زبان آلمانی اومدن از این حرف استفاده کرد، اما همچنان توی سوئیس دوتا اس قرار میدن و همونطور که گفتیم بهش میگن دوپل اس و یک صدای س داره، یک صدای س پر داره. و حروف دیگه ای مثل او املاوت، او املاوت، اون دو نقطه‌ای که روی حرف قرار میگیره، حرف او قرار میگیره، به نام املاوت هست و تلفظ اون با او فرق داره. نگاه کنید، درست مثل این که او رو به همراه ا بخونیم، یعنی بگیم او. برای تلفظش شما باید او رو تلفظ بکنید و متمایل به ا کنید. او. و خیلی هم مهمه، توی کلمات زیادی هستن که این حرف رو دارن و تلفظش واقعا مهمه. حرف بعدی او املاوت هست. او املاوت هم میتونید ترکیبی از او به همراه ا در نظر بگیریم، میشه او. پس میشه اون شد این ولی میشه و حرف بعدی آ املاوت هست. آ املاوت هم ترکیبی از آ و ا هستش و برای تلفظش میتونیم گوشای لبو به سمت پایین بیاریم و بگیم ای. این تلفظ صحیح این حرف است. پس یک بار بیایم با هم دیگه دوباره تلفظهای اینا رو کار بکنیم. حرف اول ا، ب. شما هم با من تکرار بکنیم. سی، دی، ا، اف، گ، ها، ای، یوت، کا، ال، ام، ان، او، پ، کو. من او رو هم باید اینجا اضافه کنم.
اق اق اس اس ت ت او او فاو فاو و ایکس ایکس اپسیلون اپسیلون ست ست اس ست اس ست او املاut او املاut او املاut او املاut آ املاut آ املاut. خب علاوه بر این حروف الفبا ما در زبان آلمانی آواهای دیگه‌ای داریم که از در کنار هم قرار گرفتن حروف الفبا این آواهای جدید ساخته میشه. با ما همراه باشین تا من اون ترکیب ها رو خدمتتون عرض بکنم.